بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که امروز با هم خواهیم داشت از سری مباحث درس داده‌کاوی و در ادامه مطالب قبلی به بحث کلاسیفیکیشن خواهیم پرداخت. منابعی که برای این کار استفاده خواهیم کرد رفرنس 1 فصل 8 و 9 و رفرنس 2 فصل 4 و 5 به این بحث اختصاص داده و از هر کدوم از این مباحث و منابع که شما بخواهید میتونید مطالب رو مطالعه بکنید و مورد استفاده قرار بدین. سعی میکنم باز به صورت اشتراکی یعنی از هر دو تا منبع براتون تدریس بکنم که امکان در واقع براتون فراهم بشه که شما بتونید درک خوبی از مطلب داشته باشید. کلا در بحث داده‌کاوی ابتدا مفاهیم کلاسیفیکیشن رو با هم خواهیم داشت در ارتباط با یادگیری و مسائل یادگیری و جاهایی که ما داریم مدل سازی انجام میدیم که میخوایم از داده ها یاد بگیریم و مدلی بسازیم و بر اساس اون بتونیم بعد از اون مدل استفاده بکنیم. دو دسته یادگیری داریم: یادگیری سوپروایزد یا اصطلاحاً یادگیری با ناظر هست و یادگیری آن سوپروایزد یا یادگیری در واقع بی ناظر. در یادگیری با ناظر یعنی دیتا خودش به ما میگه که من کلاس تارگت من چی هست، مشخص اون داده ها فیچرهای ورودی چیه، کلاس تارگتش هم مشخص هست و مدل بر اساس اون ورودی ها و کلاس تارگتش که وجود داره سعی میکنه یادگیری رو انجام بده و مدل خوبی بسازه که رو اون داده ها بتونه عملکرد خوبی داشته باشه و بعدا روی داده های تست هم همون عملکرد رو داشته باشه یا نزدیک به همون عملکرد. ولی در ارتباط با داده های آن سوپروایزد یعنی داده هایی هستند که کلاس تارگتشون مشخص نیست. مدل میاد چیکار میکنه؟ میاد از روی فیچرهای ورودی خودش داده ها رو گروه بندی میکنه و طبقه بندی میکنه، توی دسته های مختلف قرار میده. پس اتفاقی که در واقع میفته توی حالت سوپروایزد طبقه بندیمون کلاس هامون یا خوشه هامون از قبل مشخصه. مثلا میگیم بر اساس فیچرهای مربوط به آزمایشات یک نفر شخص این بیماری رو داره یا نداره، پس ما دو تا کلاس داریم: شخص بیمار هست یا بیمار نیست. ولی توی آن سوپروایزد لرنینگ چنین چیزی رو نداریم، ما فقط فیچرها رو داریم. بعد بر اساس این فیچرها وقتی به مدل میدیم، مدل خودش میاد یه سری بیمارا رو توی یک خوشه قرار میده، یک سری بیمارا رو توی خوشه دیگه قرار میده و خیلی در واقع حالا میتونیم بعدا خودمون روش برچسب بذاریم ولی برچسبی از قبل وجود نداره که مدل بر اساس اون یاد بگیره بگه کدوم بیماران مریض هستن و کدوم یکی ها مریض نیستن. در واقع توی فرایند سوپروایزد لرنینگ که اصطلاحاً بهش کلاسیفیکیشن میگن و توی آن سوپروایزد که بهش کلاسترینگ میگن، کلاسیفیکیشن میشه طبقه بندی، در واقع کلاسترینگ میشه خوشه بندی، یعنی به خوشه و دسته های مختلفی تقسیم میکنه که هر کدوم از اون خوشه ها و دسته ها ویژگی ها و خصوصیات یکسان و مشابه به هم رو دارن. در حالتی که ما ناظر داریم در واقع مثل حالتی که شما یک اکسپرت بالای سر سیستم داریم، میگه رویتون اعلام میکنه که سیستم تو هر استپ تو هر مرحله چه کاری چه قابلیتی داره و چه ویژگی هایی داره و هر کدوم از این ویژگی ها تو کدوم دسته قرار میگیره. پس توی این حالت ترینینگ دیتا در واقع اون داده های آموزشی ما که شامل مشاهداتمون هست، اندازه‌گیریمون هست، در واقع کل فیچرهایی هست توی دیتا ستمون هست، توسط یک لیبلی در واقع مشخص شدن که این لیبل مشخص میکنه کلاس اون ابزرویشن یا اون نمونه‌ای که ما داریم میبینیم چی هستش. و وقتی این مدل کار طبقه بندی رو انجام داد، حالا داده جدیدی اومد. داده چی میشه؟ classified based on the training set. پس مدل در واقع مدل داده ترین رو یاد گرفته. داده جدیدی اومد بر اساس اون لیبل قبلی و کلاس مدل قبلی و کلاس بندی که قبلا انجام شده کار کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی انجام میشه. در حالت unsupervised learning که موضوع فصل 9 و 10 این رفرنسمون هست، کلاسیفیکیشن رو توی فصل 8 و 9 بررسی میکنیم. پس unsupervised learning رو هم توی فصل 9 و 10 بررسی خواهیم کرد و اون بحث هم وارد خواهیم شد که توی حالت unsupervised گفتیم لیبل کلاس های داده های آموزشیمون unknown هست، مشخص نیست و در صورت یک سری در واقع اندازه‌گیری ها و ویژگی ها و ابزرویشن هایی داشته باشیم. هدف چی هست؟ with the aim of establishing the existing of classes or cluster in the data. هدف پیدا کردن خوشه هایی هست توی داده ها و اون داده هایی که مشابه هم هستن رو توی خوشه های مشابهی
قرار میده. حالا بعدا خواستیم اگر تونستیم میتونیم روی خوشه هامون اسم بذاریم، اگر نتونستیم هم اسم نمیذاریم، بخوایم میتونیم بگیم خوشه 1 2 3 و همین ترتیب. با عنوان مثال ببینید حالا کلیات کار کلاسیفیکیشن به این صورت هست. ما مجموعی از دیتای تست داریم، ترین داریم و مجموعی از دیتای تست داریم. این رو قبلا هم تقریبا شاید بهتون گفتم قطعا. ما اتریبیوت 1، اتریبیوت 2 و اتریبیوت 3 داریم و کلاس داریم. این کلاس تارگتی هست، از همون قبل مشخصه. به عنوان مثال بیمارمون فیچر 1، فیچر 2، فیچر 3 داره و این هم ویژگی هایی که هر کدوم از بیماران ما دارن و حالا هر ویژگی دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه. خب این چیکار میکنه؟ مدلی که ما داریم در واقع از طریق الگوریتم های مربوط به کلاسیفیکیشن که ما کلی الگوریتم لرنینگ داریم، الگوریتم آموزش داریم که داده ها رو میاد کلاسیفای میکنه، طبقه بندی میکنه، فرایند آموزش طی میشه. فرایند آموزش که طی شد یک مدلی به دست میاد، مدلمون ساخته میشه. حالا مدل که ساخته شد در واقع این مدل از روی این دیتاهای ترین ساخته شده. ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ببینیم مدلمون چقدر خوبه و ارزیابی مدل رو ارزیابی بکنیم، ببینیم توی دیتاهای تست هم خوب جواب میده یا نه. خب بعد چیکار میکنیم؟ مدل رو میایم روی دیتاهای تست اعمال میکنیم. مدل میاد به دیتاهای تست یک سری برچسب پیشنهاد میده. بعد این برچسبی که مدل پیشنهاد میده با برچسب واقعی مقایسه میکنیم، ببینیم عملکرد مدل چقدر درسته، صحت مدل چقدر درسته و آیا ما میتونیم به این مدلی که به دست اومده اعتماد بکنیم یا خیر. پس فرایند کلی در واقع کلاسیفیکیشن مدل و یا کلا مدل های داده کاوی تقریبا همچین خاصیتی دارن. اینه که شما داده های ترین دارین، داده های ترین رو به مدل میدین. مدل در واقع بر اساس الگوریتم هایی که وجود داره میاد فرایند آموزش رو انجام میده، فرآیند طبقه بندی رو انجام میده، فرآیند کلاسیفیکیشن رو انجام میده و الان شما خروجیش میشه یه مدلی، یه ابزاری، انگار شما فرض کنید یه تابعی هست. شما وقتی ورودی رو به اون تابع میدین x1 تا مثلا x10 رو بهش بدین، مدل به شما میگه مثلا کلاسش y1 هست، y2 هست، y3 هست. یا اگر مثلا فرض کنید دیتای بیمار رو داریم بهش میدیم، مدل به ما میگه این شخص بیمار هست، بیمار نیست. و در واقع از روی این مدل چیکار میشه؟ آموزش دیده میشه، مدل آموزش میبینه و حالا مدل آموزش دیده رو ما میخوایم ازش برای هزاران سال استفاده بکنیم، برای 10 سال استفاده بکنیم، برای 5 سال استفاده بکنیم، در اختیار مدیران بذاریم، در اختیار تصمیم گیران بذاریم که این تصمیم گیران ما بتونن از این مدل استفاده بکنن. خب ما باید به تصمیم گیرمون، به اون مدیرمون این اطمینان رو بدیم که مدلمون خوب کار میکنه، مدلمون قابل اعتماد هست. برای همین میایم روی یک سری داده های تست این رو ارزیابی میکنیم، ولیدیت میکنیم. اصطلاحاً اینها بهشون میگن آنسین دیتا، یعنی داده هایی که توی فاز ترین دیده نشدن و داده هایی هستن که کاملا متمایز از داده های ترین هستند. وقتی این رو انجام میدیم در واقع مدل رو میایم روی اینها تست میکنیم، عملکرد مدل رو. در واقع این ورودی اتریبیوت 1 2 3 رو به مدل میدیم، کلاسش رو به دست میاریم و به همین ترتیب. حالا کلاسش رو که مدل به دست آورد با کلاس واقعی رو، چون ما توی کلاسیفیکیشن کلاس تارگت رو هم داریم دیگه، کلاس رو بهش میدیم. وقتی کلاس رو بهش دادیم مقایسه میکنیم مدل چقدر صحتش، چقدر درست کار میکنه. خب آیا اگر مثلا فرض کنید 2 تا درست جواب داده باشه میشه 40%، 3 تا میشه 80%، اگه 5 تا رو درست جواب داده باشه میشه 100%. پس ما میتونیم بگیم مدلمون خوب داره کار میکنه. چرا؟ چون رو داده های تستی که تا ندیده، اصلا توی فاز آموزشش هم نبوده، داره عملکرد نزدیک به 100% به ما میده. به طور کلی عملکرد مدل های طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن امروزه بالای 90% هست و مدلی که زیر 90% باشه یا حالا میتونیم بگیم زیر 85% باشه خیلی دیگه به درد نمیخوره. پس ما کاری که انجام میدیم کلاسیفیکیشن هست. هدفمون از کلاسیفیکیشن این هست چیکار بکنیم؟ predict categorical class label discrete or nominal. هدفمون چی هست؟ پیش بینی برچسب اون کلاس هست که کلاس اون اینجا میتونه یک کلاس گسسته باشه یا کلاس اسمی میتونه باشه، بیمار هست بیمار نیست، میتونه کلاس 1 2 3 4 باشه. پس اتفاقی که در واقع داره میفته توی کلاسیفیکیشن، هدفمون پیش بینی چی هست؟ پیش بینی برچسب اون کلاس هست که کلاسمون که با وی اتریبیوت 1 2 3 4 پیش بینی بکنیم که برچسب کلاس ما چی هستش. حالا ببینید برگردیم به سوال قبل، اسلاید قبلی گفتیم مدل توی با دیتاهای ترین آموزش میدیم، با داده های تست هم تست میکنیم، مدلمون خوبه. حالا وقتی دیتای جدیدی میاد، شما مدل رو الان به
اون مالکش دادین میخواد ازش استفاده بکنه. وقتی داده جدیدی بهش میدین، بعد مدل چیکار میکنه؟ بر اساس اون مدلی که یاد گرفته میتونه اون داده جدید رو هم بیاد طبقه بندی بکنه. مثال دیگه‌ای که میتونم براتون بزنم در مورد مشتریان بانک میتونه بر اساس سوابق وامی که قبلا گرفته، نحوه بازپرداختی که مثلا مشتریاش قبلا گرفته، اینا رو بیاد چیکار بکنه؟ طبقه بندی بکنه به دسته مشتریان خوب و مشتریان بد. بعد مدل رو داده‌های تست هم ارزیابی کرده، دیده مدلش مثلا بالای 85% جواب میده. حالا وقتی یه مشتری جدیدی میاد تا حالا سابقه هم توی بانک نداشته، چیکار میکنه؟ اون اتریبیوتی مثل سن، شغل، درآمد و این چیزها رو به مدل میده. مدل این رو میاد طبقه بندی میکنه جزو مشتریان خوب یا مشتریان بد. در واقع پردیکت میکنه، پیش بینی میکنه لیبلی که مربوط به اون اینستنس هست، این ایندیویدوال هست و اون رو میاد پیشنهاد میکنه. ما از در واقع کلاسیفایز، توی کلاسیفیکیشن کلاسیفایز دیتا، ما دیتا رو کلاسیفای میکنیم. از چه طریقی؟ کانستراکت مدل، بر اساس با یک مدلی که داریم میسازیم بر اساس ترینینگ دیتا ست، و لیبل هایی که وجود داره. اینها رو میایم چیکار بکنیم؟ یه مدل میسازیم که کار مدل در واقع طبقه بندی، در واقع یاد گرفتن طبقه و اون کاتگوری هست که هر کدوم از دیتا ها بر اساس اون اتریبیوت ها بهش تعلق دارن. و وقتی مدلمون ساخته شد، از این مدل میتونیم برای چیکار بکنیم؟ برای طبقه بندی داده‌های جدید بیایم استفاده بکنیم. در کنار کلاسیفیکیشن یک کار دیگه ای داریم به نام نیومریک پردیکشن، یعنی پیش بینی عددی. مواقعی که کلاس تارگتمون عدد نیست، طبقه بندی کاتگوری نیست، دسته نیست، یه عدده، یه عدد پیوسته هست، اون موقع دیگه مدلمون میشه مدل پیش بینی، مدل پردیکشن، نمیشه مدل کلاسیفیکیشن. پس مواقعی وجود داره که مدلز continuous valued function، یعنی در واقع ما چیکار میکنیم؟ یک داده های پیوسته داریم، از مدل میخوایم استفاده بکنیم برای پیش بینی اون داده های پیوسته. predicts unknown or missing value، که برای پیش بینی در واقع مقادیر ناشناخته و یا میسینگ ولیو ها میتونیم ازش بیایم استفاده بکنیم. در خیلی جاها از داده ها، وقتی داده های در واقع میسینگ داریم، میتونیم از مدل های کلاسیفیکیشن استفاده بکنیم برای اینکه اون میسینگ ولیو ها رو بیایم پر بکنیم، بعد از اون داده ها بیایم برای مدل سازی یا هر کار دیگه ای استفاده بکنیم. خب اپلیکیشن های و توزیع های مختلفی استفاده میشه، مثلا کردیت یا لون اپرووال، یعنی در واقع شما وام رو تایید میکنید، تایید نمیکنید. مدیکال دیاگنوستیس، یعنی تشخیص پزشکی میشه استفاده بکنید که مثلا یه تومور سرطان هست یا نیست. تشخیص تقلب و دزدی میشه ازش استفاده کرد. وب پیج کاتگورایزیشن، طبقه بندی صفحات وب میشه ازش استفاده کرد و خیلی حوزه‌های دیگه‌ای که وجود داره. خب در کل ما دو مرحله یا دو استپ در واقع توی ساخت مدل های کلاسیفیکیشن داریم. یک مدل در واقع کانستراکشن و دو به کارگیری مدل، یعنی ساخت مدل رو میسازیم و از مدل میاییم استفاده میکنیم. ما در هر مدل در واقع داده کاوی این شرایط رو داریم. یک مرحله در مورد ساخت مدل هست و مرحله بعدی در مورد به کارگیری مدل و استفاده از مدل هست. خب توی مرحله ساخت مدل describing a set of predetermined classes، یعنی هدفمون در واقع این هست که بیایم مدلی بسازیم که کلاس هایی که از قبل مشخص هستن، داده هایی که کلاس هاشون مشخص هستن، اون رو بیاد مشخص بکنه، تو یاد بگیره و بر اساس اون بیاد کار بکنه. هر سمپلی یا هر تاپلی که وجود داره فرض میشه که متعلق به یک کلاسی هست که اون کلاسش هم از قبل مشخصه و این کلاسش هم قبلا با استفاده از کلاس لیبل اتریبیوت این رو مشخص کردیم دیگه، مثل حالتی که ما اینجا داریم. اینجا ببینید اتریبیوت 1 داریم، اتریبیوت 3 داریم و یک فیچری داریم به نام کلاس یا لیبل کلاس، در واقع این رو از قبل ما داریم و مجموعه‌ای از این لیبل ها استفاده می‌کنیم برای آموزش مدل. وقتی مدل در واقع آموزش داده شد، مدل یاد گرفت، حالا میتونیم از مدل استفاده بکنیم برای کارهامون. مدل چیزی که یاد میگیره میتونه چی باشه؟ یک سری در واقع قوانین کلاسیفیکیشن به دست میاره، بر اساس اون قوانین میاد کلاسیفای میکنه، یا میتونه یه درخت تصمیم بسازه، یا میتونه یه فرمول ریاضی باشه، یا هر مدل دیگه‌ای میتونه باشه. ما انواع الگوریتم‌های مختلفی برای کلاسیفیکیشن داریم، مثل KNN K nearest neighbor، مثل شبکه‌های عصبی، مثل SVM
و انواع مدل های مختلفی که وجود داره، مثلا نیویز که یک مدل آماری هست. پس از انواع روش های مختلف میتونیم برای ساخت مدلمون استفاده بکنیم. حالا مدل که استفاده شد، میایم تو بعدی به کارگیری مدل هست برای کلاسیفیکیشن فیچر اور unknown objects، یعنی آبجکت هایی که مثل مشتری جدیدی که برای بانک میاد یا اون آبجکت هایی که قراره در آینده تولید بشه. خب بس وقتی میخوایم از مدل در واقع استفاده بکنیم، باید تکلیفمون رو از قبل با مدل مشخص کرده باشیم که اون در واقع estimate accuracy of مدل، یعنی اون میزان دقت مدل رو باید چکار بکنیم، حتما اندازه گیری بکنیم و بدونیم که مدلمون در شرایطی که روی داده های در واقع چقدر میتونیم به مدل اعتماد بکنیم. برای اینکه در واقع این کار انجام بشه، میاییم در واقع accuracy رو حساب میکنیم. accuracy میشه ریتی که rate in the percentage of test sets، یعنی درصد اون در واقع تست ست های سامپل های تست ستمون که توسط مدل به صورت درست طبقه بندی شدن. در واقع ما یه میزان صحتش رو بررسی میکنیم و بر روی چی؟ بر روی دیتای تست که اون دیتای تست هم is independent of training set، که از اون دیتای ترین متفاوت هست با دیتای ترین، ولی اگر همون از دیتای متفاوتی استفاده نکنیم، مطمئنا مدلمون دچار اوورفیتینگ میشه و اوورفیتینگ از یکی از مشکلات دیتا ماینینگ هست که باید اگر دوست داشتین روش در واقع یه تحقیقی بکنید ببینید چی هست. اگر اون اکورسی مدل ما قابل قبول باشه، اون وقت میتونیم از مدل استفاده بکنیم برای کلاسیفیکیشن دیتا و میتونیم در واقع بهش اعتماد بکنیم و بریم جلو. خب به این صورت هست. پس ما یه ترینینگ دیتایی داریم، از این ترینینگ دیتا میدیم دسته در واقع کلاسیفیکیشن الگوریتم، یک کلاسیفایر مدل برامون میسازه. به عنوان مثال کلاسیفایرمون میتونه اینجوری باشه، میگه اگر رنکش پروفسور هست، یعنی مرتبه هیئت علمی پروفسور هست، و یر یعنی هیئت علمیش در واقع سابقهش بیشتر از 6 سال باشه، اون وقت استخدام دائمش مساوی yes هست. پس از روی این دیتا ست میاد چیکار میکنه؟ یک کلاسیفایر یا یک مدل میسازه که مدلش میتونه خیلی ساده باشه که شبیه همین قواعد یا رول های ایف دن السی که باهاش آشنایی داریم. میتونه اینجوری باشه، میتونه مدل های خیلی پیچیده‌ای هم باشه. این که بسته به دیتا ستمون داره، بسته به اطلاعاتی داریم که ما از دیتامون داریم که کدوم سبک مدل برای ما مناسب هست. پس کلیات کار اینجوری هست. دیتا ماینینگ توی کار کلاسیفیکیشن، ترینینگ دیتا رو میدیم به کلاسیفیکیشن الگوریتم و بر اساس اون یه مدل برای ما ساخته میشه. حالا الگوریتمش چی هست؟ کلی ما الگوریتم برای کلاسیفیکیشن داریم و از هر کدوم از اینها میتونیم استفاده بکنیم و بریم جلو. بعد از اینکه در واقع مدل رو ساختیم، گفتیم از مدل استفاده میکنیم برای پیش بینی. یه تستینگ دیتا رو بهش میدیم. تستینگ دیتا رو که بهش دادیم میدیم به کلاسیفایر. کلاسیفایرمون در واقع روش کار میکنه، ولیدیت میکنیم، ارزیابی میکنیم که کلاسیفیکیشنمون درست هست یا درست نیست. حالا که کلاسیفیکیشنمون هم درست بود، اوکی بود، ما میایم چیکار میکنیم؟ بگیم مدل خوبه، میتونیم از مدل استفاده بکنیم، در واقع اکورسی قابل قبولی برای ما داشته. حالا میایم یه دیتای آنسینی بهش میدیم، انگار یه دیتای جدید اومده، یه کسی به نام جف که پروفسور هست و 4 سال سابقه کار داره. میخوایم ببینیم در واقع چی هست، این استخدام دائم شده یا استخدام دائم نیست. خب برمیگردیم به رول قبلیمون. میگفت چی؟ میگفت اگر رنکش پروفسور هست یا بیشتر از 6 ساله حتما استخدام دائم شده. خب بر اساس این رول ها مدل میگه چی؟ بله، این شخص در واقع استخدام دائم شده و تموم شد. خب میریم در واقع سراغ یکی از ساده ترین و بهترین ابزارهای طبقه بندی تحت عنوان decision tree یا درخت تصمیم گیری. بعداً حالا فرصت بشه در مورد بیس کلاسیفیکیشن صحبت خواهیم کرد، مدل رول بیس کلاسیفیکیشن، مدل ایوالویشن و بقیه تکنیک ها که من فکر میکنم همین دو تا تکنیک decision tree و بیس کلاسیفیکیشن رو با هم صحبت خواهیم کرد. بعد میریم سراغ مدل ایوالویشن اند سلکشن و تکنیک هایی که در واقع استفاده میشه برای اینکه اکورسی اون مدل یا دقت اون مدل رو ببرند بالا. حالا اگه فرصت نشه ممکن است نیویز رو هم بهتون نگیم یا حداقل از اون یک رفرنس نیویز رو بهتون بگم. خب توی کلاسیفیکیشن پس ما گفتیم چیکار میکنیم؟ دیتای ترین رو داریم، اتریبیوت 1 تا اتریبیوت 3، این رو میدیم به درخت تصمیم. درخت تصمیم یاد میگیره، در واقع یک درخت تصمیم برام میسازه. بس مدلی که اینجا داریم میشه مدل دیسیژن تری. بعد عملکرد اون مدل دیسیژن تری رو میایم روی دیتای تست
انجام میدیم و بررسی میکنیم. خب در مورد خود دیسیژن تری هم کلی الگوریتم و ورژن مختلف دیسیژن تری وجود داره که از هر کدوم از این الگوریتم ها میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه کار طبقه بندیمون رو بیایم انجام بدیم. خب در ادامه بحثمون میخوایم ساختار نحوه ساخت دیسیژن تری بر اساس الگوریتم هانس الگوریتم رو با هم بررسی بکنیم و یکی از ساده ترین در واقع الگوریتم های دیسیژن تری هست. اگر DT set of training records that reach at node T، یعنی مجموعه ای از ترینینگ رکورد های ترینینگ ما هست که توی نود T در دسترس هست یا در واقع توی نود T بر اساس اونها میخوایم تصمیم گیری انجام بدیم. دو تا قاعده کلی هست. میگیم اگر بر اساس دیتاهایی که توی نود T اومده همشون متعلق به کلاس y T هست، اون موقع برچسبش رو میذاریم، برچسب اون نود رو میذاریم y T و تموم میشه، اون لیف نوده. ولی اگر دیتایی که در واقع توی نود T رسیده همش متعلق به کلاس y T نیست، بیشتر از یک کلاس هست، اون وقت ما مجبوریم چیکار بکنیم؟ بریم یه لول پایین‌تر و دیتا رو بشکنیم بر اساس تا اینکه برسیم به یه حالتی که تمام دیتا، تمام رکوردهایی که توی یه نود قرار میگیره متعلق به یک کلاس باشن که ما بتونیم اون رو برچسب گذاری بکنیم. پس این فرآیند در واقع رفتن به سطح پایین و شکستن دیتا، رفتن به سطح پایین رو تا موقعی ادامه بدیم که به برگه‌هایی برسیم که اطلاعات و رکوردهایی که تو اون برگ برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار میگیره همش متعلق به یک کلاس مشخصی باشه. خب در حالت کلی ما یه دیتا ستی داریم که 7 تا کلاس نو داره و 3 تا کلاس yes. اینجا صفتامون هاو آونر هست، یعنی کسی که در واقع خودش خونه از خودش داره، متریال استاتوس مجرد هست، متأهل هست و درآمد سالانه. بر اساس اون شما فرض کنید این دیتا توسط بانک مورد استفاده قرار میگیره که اینا وام گیرنده پیش‌فرض هستن یا نیستن، یعنی به طور پیش‌فرض اینها میان وام میگیرن یا خیر. برای یک تصمیم گیری انجام بدیم از صفت‌های مختلف هر کدوم از این صفت‌ها رو میتونیم انتخاب بکنیم که بعداً روش صحبت می‌کنیم که کدوم یکی از این صفت‌ها رو انتخاب کنیم بهتر خواهد بود. ما فعلا برای اینکه کار راحت باشه اولین صفت رو انتخاب بکنیم تحت عنوان هوم آونر. وقتی هوم آونر رو انتخاب می‌کنیم می‌بینیم خب تمام که اتریبیوت هامون متعلق به یک کلاس نیستند. خب 7 تاش مربوط به کلاس 9 هست، 3 تاش مربوط به کلاس بعدی هست. پس مجبوریم یک شاخه بیایم به سمت پایین‌تر. میایم یک نود رو بر اساس اتریبیوت yes انتخاب میکنیم، اون نود دیگه رو بر اساس اتریبیوت no انتخاب میکنیم. وقتی بر اساس اتریبیوت yes انتخاب میکنیم میایم اینجا به حالت 3 به 0 میرسیم، یعنی 3 تا اونایی که هوم آونرشون yes هست، اینجا 3 تا yes هست، همشون چی هست؟ کلاسشون no هست. پس رسیدیم در واقع به یه برگی که همه آیتم ها متعلق به کلاس no هست. پس برچسب نو رو بهش خواهیم زد و از این طرف هم میرسیم به یک نودی که 4 تاش مربوط به کلاس 9 هست، 3 تا مربوط به کلاس yes هست. پس مجبوریم در واقع این رو بشکنیم بیاییم به سطح پایین‌تر. پس اتفاقی که افتاد درخت تریمون در واقع اینجا تصمیم گیری شد. این شاخه دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون همه دیتایی که به این سمت میاد همش متعلق به کلاس 9 هست. ولی تو این ور باید چیکار بکنیم؟ درخت رو باز بشکنیم، زیر درخت براش درست کنیم. حالا میریم سراغ صفت دوم، متریال استاتوس. از اون 7 نفری که مونده بود 4 و 3 میایم بررسی میکنیم اینهایی که مجرد هستند یا مطلقه هستند میان به این سمت و اونهایی که ازدواج کردن متأهل هستند میاد به این سمت. حالا اینجا درخت ما باینری هست، ممکنه در واقع ما برسیم به حالتی که درخت ما باینری نیست، ما چند تایی هست و اون موقع میتونیم 3 تا زیر نود داشته باشیم، 3 تا شاخه داشته باشیم. ولی اینجا در واقع برای اینکه این مسئله رو هم نداشته باشیم میگیم اونایی که سینگل و دایورس هستن در واقع مطلقه هستن بیان به این سمت، اونایی که مریض هستن بیان به این سمت. خب کسانی که هوم آونر نیستن، مریض ولی متأهل هستند میاد این سمت، میشه 3 و 0. یعنی از اون که در واقع 7 نفری که توی این شاخه مونده بود، پس ببینید توی این شاخه یعنی دیتایی که در واقع توی DT توی این نود 7 تاست دیگه، 10 تا نیست. اینجا ما 10 تا رو داشتیم. پس اتفاقی که در واقع داره میفته این هست، توی اینجا وقتی میخوایم تصمیم گیری بکنیم بریم به سمت پایین، از اون 7 تا رکوردی که به این سمت اومده استفاده میکنیم برای تصمیم گیری. خب اینجا میشه 3 و 0. پس اینجا هم دیگه رسیدیم باز به کلاس 9، برچسب 9 بهش میزنیم
کلاسشو میذاریم نو و فقط این ور مونده که 1 و 3 هست و بعد این ور چی باز اسپلیت بشه بیاد سمت پایینتر. حالا میایم از درآمد سالانه استفاده میکنیم. خب اینجا درآمد سالانه رو میتونیم چیکار بکنیم؟ برای اینکه حالت باینری بهش بدیم میگیم کوچکتر از 80,000 و بزرگتر مساوی 80,000. حالا کوچکتر از 80,000 میاد به این ور میشه 1 و 0. باز اینجا کلاس 9 هست. بزرگتر از 80,000 همشون میاد اینجا کلاسشون میشه کلاس yes. پس ببینید بر اساس این منطق اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم الگوریتمی ساختیم، اومدیم درختی ساختیم که حالا شما هر دیتای جدیدی به این درخت بدین، درخت براتون تصمیم گیری میکنه که کلاسش yes هست یا کلاسش no هست. پس این منطقی هست که پشت ساخت دیسیژن تری به عنوان یک مدل داده‌کاوی یا مدل کلاسیفیکیشن وجود داره و از این مدل میتونیم استفاده بکنیم برای طبقه بندیمون و اون رو مورد استفاده قرار بدیم. حالا اینجا یه دیتا ست دیگه داریم که این دیتا ست دیگه سند رو داریم، درآمد رو داریم، استودنت هست، کردیت ریتینگ میذاره اعتبارش در واقع هست و اینکه آیا این شخص در واقع کامپیوتر میخره یا نخره. پس کلاس تارگتمون خرید یا عدم خرید کامپیوتر هست. خب میایم فرض کنیم توی بالاترین سطح میایم اج رو انتخاب میکنیم، میگیم کوچکتر از 30، بین 30 تا 40، بزرگتر از 40. وقتی میایم اینور حالا میگیم در واقع میایم از صفت بعدی استفاده میکنیم، استودنت هست یا نیست. اگر استودنت اونا کل کلاسش میشه نو، اگه استودنت باشه کلاسش میشه yes. اونایی که 30 تا 40 هستن همشون کامپیوتر دارن پس کلاسشون برچسب yes میخوره. حالا وقتی بزرگتر از 40 رو بررسی میکنیم دیگه میریم سراغ صفت دیگه به نام کردیت ریتینگ و اکسلنت. اونایی که اکسلنت هستن 9 هست، اونایی که کردیت ریتینگش فیل هست yes. پس اینا هم کامپیوتر رو میخرن و ازش مورد استفاده قرار میدن. فرض میکنیم مثلا اینها دانشجو هستن یا در واقع کارمند هستن که اینها میتونن یا نیاز دارن که حتما کامپیوتر بخرند و از این اطلاعات شما میتونید برای این استفاده بکنید. وقتی مشتری میاد به فروشگاه شما مراجعه میکنه ببین نتیجه کار چی میشه و چه جوری میشه رفت جلو. این که حالا توی هر استپ توی هر مرحله کدومی که از صفت‌ها رو انتخاب کنید. اینجا ببینید ایج انتخاب شد، بعد این توی این شاخه استودنت انتخاب شد، توی این شاخه کردیت ریتینگ انتخاب شد. اینها در واقع الگوریتم ها و مکانیزم های مشخصی داره که ما میریم در واقع این مکانیزم ها رو با هم بیشتر بررسی میکنیم، ببینیم اتریبیوت سلکشن میجر ما یا معیار انتخاب اتریبیوت هامون چی هست. یعنی ما بر چه اساسی میتونیم بیایم انتخاب بکنیم که کدوم صفت رو توی اون نود برای تقسیم بندی انتخاب بکنیم که بر اساس اون تصمیم بگیریم و زیر شاخه ها رو بیایم بسازیم. پارامترها و روش‌های مختلفی وجود داره. یکیش اینفورمیشن گین هست، گین رشیو هست و جینی ایندکس هست. این الگوریتم‌های مختلف دیسیژن تری که با هم صحبت کردیم لیستش هم بود. هر کدوم از اینها از یکی از این معیارها داره استفاده میکنه و معیار در واقع تصمیم گیری و معیار انتخاب فیچر توی نود و تصمیم گیری در مورد اینکه کدومی که از این فیچرها رو انتخاب بکنید بر اساس یکی از این معیارها هست که میتونیم این رو مورد استفاده قرار بدیم و استفاده بکنیم. الگوریتم ID3 از اینفورمیشن گین استفاده میکنه به عنوان چی؟ Its attribute selection measure، یعنی به عنوان در واقع معیار اتریبیوت سلکشن توی هر نود میاد ازش استفاده میکنه از اینفورمیشن گین. حالا ببینیم خود اینفورمیشن گین چی هست. خود اینفورمیشن گین این میشه چی؟ میزان اطلاعاتی که اون دیتا به ما میده. بر اساس آنتروپی از تئوری آنتروپی هم استفاده میکنه. تئوری آنتروپی که از تئوری های خیلی مهمی هست توی بحث داده‌کاوی و مبنای خیلی از کارها و الگوریتمایی هست که توی حوزه داده‌کاوی داره استفاده میشه. حالا دیتیل بیشترش رو خواستین خودتون میتونید برین مطالعه بکنید. اینفورمیشن دی یعنی اینفورمیشنی که در واقع توی دیتا از روی کل دیتا میتونیم به دست بیاریم. به این صورت حساب میشه منفی 1 تا m پی آی لگاریتم 2 پی آی. اینجا در واقع آی میشه چی؟ اون کلاس هامون. اگر دو تا کلاس داشته باشیم yes و no پس میشه چی؟ میشه 1 تا 2. پی آی میشه احتمال اینکه اون کلاس اتفاق بیفته. پس ما اگر دو تا کلاس yes و no داشتیم، یکی 3 بود یکی 7 بود، پس یکی پی آی یکی میشه 3 دهم پی آی، اون یکی میشه 7 دهم در لگاریتم 2 پی آی. پس اینفورمیشن دی یا انتروپی یک دیتا ست رو بخوایم به حساب بکنیم میتونیم از این فرمول بیایم استفاده بکنیم. شیوهش هم بهتون گفتم که خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد.
پس اتفاقی که در واقع داره میفته، ما اینفورمیشن دی رو داریم، یعنی کل دیتا یا انتروپی کل اون دیتا ست رو داریم. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم تصمیم بگیریم که بر اساس کدوم یک از این فیچرها بیایم چیکار بکنیم، بیاییم تقسیم بندی رو انجام بدیم. میایم یک گین داریم، فرمولی به نام گین آ داریم که مساوی اینفورمیشن دی هست منهای اینفورمیشن دی بر اساس اون صفتی که ما میخوایم چیکار بکنیم، اسپلیت بکنیم. پس اگر در واقع ببینید ما اگر اینجا حالا همینجا بریم ایج رو در نظر بگیریم، میایم اینفورمیشن دیتا ست رو بر اساس تقسیم بر حسب ایج حساب میکنیم. اگر این کام رو در نظر بگیریم، میایم اینفورمیشن یا انتروپی دیتا ست رو بر اساس تقسیم بر اساس صفت اینکام حساب میکنیم و به همین ترتیب. پس اتفاقی که در واقع داره میفته، ما برای اینکه بیاییم انتخاب بکنیم، تصمیم بگیریم کدومی که از این صفت‌ها خوبه که ما از اون استفاده بکنیم برای اینکه بیاییم پارتیشنینگ انجام بدیم و دیسیژن تریمون رو بیاییم ساب تری براش بسازیم بر اساس اون اتریبیوت، میایم از گین A استفاده میکنیم. گین A tell us how much would be gained by the branching on A. یعنی ما اگر گین A در واقع به ما میگه اگر ما برانچینگ رو، یعنی در واقع ساب تری رو بر اساس اتریبیوت A بسازیم چقدر به دست میاریم. خب به این صورت حساب میشه که میشه اینفورمیشن دی، یعنی کل انتروپی اون دیتا ست منهای اینفورمیشنی که به دست میاریم اگر بر اساس اتریبیوت A بیایم تقسیم بندی انجام بدیم. حالا برمیگردیم به فرمولش. پس این همون دیتا ستی هست که با هم دیدیم که سن اینکام استودنت کردیت ریتینگ داریم و این هم کلاسه که کامپیوتر میخره یا کامپیوتر نمیخره. اتفاقی که میفته میایم چیکار میکنیم؟ ما اینفورمیشن دی رو به این صورت حساب میکنیم. 9 تا yes داشتیم و 5 تا no. به این صورت میایم حساب کنیم 9 منفی 9 14 منهای منفی 5 14 لگاریتم حساب میکنیم، میشه 0.94. پس اینفورمیشن دی نزدیک در واقع 1 هست و عدد بزرگی هست. خب ما اینفورمیشن دی رو حساب کردیم، شد این. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ اینفورمیشن دی رو حساب بکنیم که بر اساس آ اسپلیت میشه. خب برای اینکه گفتیم فرمولش به این صورت هست که اینفورمیشن آی دی به صورت این هست که ضریبی در واقع وقتی با آی میخوایم دیتامون رو تقسیم بکنیم، دیتامون به چند تا دسته یا وی تا دسته تقسیم میشه. برای هر وی دسته یه ضریب دی جی بر دی رو حساب میکنیم، ضرب در اینفورمیشن دی جی رو باید حساب بکنیم. حالا قبل از اینکه در واقع این رو به صورت ریاضی بخوایم حساب بکنیم، ببینیم از نظر مفهومی چه معنی داره. خب بیایم یکم پایین‌تر و این شکل رو با هم ببینیم. ببینید وقتی ما داریم چیکار میکنیم، ما وقتی داریم بر حسب ایج میخوایم تقسیم بندی بکنیم و داده هامون رو از هم جدا بکنیم یا دیسیژن تریمون رو بسازیم، ما بر حسب ایج 3 تا دسته داریم: جوان، میان سال و بزرگ سال. وقتی این کار رو انجام بدیم ببینید دیتامون میشه چی؟ 3 تا کاتگوری. پس وی ما اینجا 3 هست. آیا از 1 تا 3 پس میشه 3 تا دسته. ما اینفورمیشن دی هر دسته جوانان رو حساب میکنیم، دسته میان بزرگ سالان رو حساب میکنیم و دسته چی؟ میان سال ها رو حساب میکنیم. ضرب در ضریبی میکنیم که اون ضریب اون بالا حساب شد. خب بر حسب جوانان اگه بخوایم حساب بکنیم میشه 5 تا رکورد، کلا 14 تا داشتیم، پس میشه 5 14 اینجا میشه 4 14 و اینورم باز 5 14. پس اتفاقی که در واقع داره میفته، ما میخوایم اینفورمیشن دیمون رو بر حسب ایج بیایم حساب بکنیم، میشه 5 14 اینفورمیشن مربوط به یانگ. پس این داخل پرانتز اینفورمیشن یا انتروپی اطلاعات مربوط به دسته دی هست، به اضافه 4 14 اینفورمیشن دسته وسط، به اضافه 5 14 اینفورمیشن مربوط به دسته سمت راست که مجموع اینها میشه 0.649 بیت. پس اتفاقی که در واقع داره میفته، ما وقتی بر حسب ایج میخواهیم کار تصمیم گیری رو انجام بدیم که آیا ایج رو انتخاب بکنیم به عنوان صفتی که برای اسپلیت استفاده بکنیم، میایم اینفورمیشن گین A رو حساب میکنیم و برای این کار گفتیم اینفورمیشن دی منهای اینفورمیشن دی بر حسب تقسیم بندی آی رو باید حساب بکنیم و مقدارش رو به دست بیاریم.
وقتی ایج رو در نظر میگیریم پس چند تا صفت داریم. صفت جوان بر حسب این میشه یک دسته، بر حسب میدل ایج میشه یک دسته و بر حسب سنیور میشه دسته سوم. پس ما 3 دسته جدا داریم. میایم اینفورمیشن دی ای رو بر حسب این 3 دسته حساب میکنیم که گفتیم دسته اول که جوان باشه میشه 5/4 اینفورمیشن مربوط به این دسته. خب اینفورمیشن مربوط به این دسته بسته به اینکه اطلاعاتی که اینجا وجود داره، ببینید 3 تا منفی 2 تا مثبت، پس میشه 2/5 لگاریتم 2/5 به اضافه 3/5 لگاریتم 3/5 که یه دونه منفی هم ضریبش میشه. وقتی حساب بکنیم میرسیم به عدد 0.694 و گین ایج رو حساب بکنیم میشه اینفورمیشن دی منهای اینفورمیشن. وقتی بر حسب ایج بخوایم کار اسپلیتینگ رو انجام بدیم ما به تفاوت این میشه 0.264. همین کار رو در مورد صفت‌های دیگه مثل اینکام، استودنت و کردیت هم انجام میدیم. گین اینفورمیشن اون رو حساب میکنیم و عدد 0.029 برای اینکام به دست میاد، برای استودنت 0.151 به دست میاد، برای کردیت ریتینگ 0.048 به دست میاد. از میان اینها گین ایج از همه بیشتر هست، پس ایج با عنوان صفتی انتخاب میشه که ما اولین تقسیم رو در واقع انجام میدیم. یعنی در واقع وقتی روت تریمون داشته باشیم ایج میشه صفتی که بر اساس اون کار اسپلیتینگ انجام میشه و تصمیم گرفته میشه که ایج در روت انتخاب بشه به عنوان صفتی که ما بر اساس اون تصمیم گیری میکنیم. بعد لول های پایین تر که میریم حالا میتونیم بر اساس بقیه صفت ها داخل هر کدوم از زیر مجموعه ها بیاییم تصمیم گیری رو انجام بدیم. طبیعتاً برای زیر شاخه میدل ایج هیچ کاری نیاز نیست انجام بدیم. چرا؟ چون تمام کلاس هامون یس هست. ولی این شاخه و این شاخه حتما باید چیکار بشه؟ باید تقسیم بندی انجام بشه. دوباره بیاییم یه سطح پایینتر و تصمیم مجددی براش اتخاذ بکنیم و بریم جلو. پس این شد مبنای این که ما بیایم چیکار بکنیم، از میان فیچرهای مختلفی که توی دیتا ستمون داریم کدوم فیچر رو انتخاب بکنیم برای اینکه اولین تقسیم رو انجام بدیم و همین روند رو برای سطوح پایینتر هم ادامه میدیم، میریم جلوتر. سایر پارامترها مثل گین رشیو هست که الگوریتم C4.5 از گین رشیو استفاده میکنه به جای اینفورمیشن گین. بعد الگوریتم کارت در واقع درخت تصمیم گیری هست، از جینی ایندکس استفاده میکنه برای تصمیم گیری در مورد اینکه صفتی که برای تصمیم گیری و تقسیم انتخاب میشه کدوم صفت باشه و به همین ترتیب حالا بقیه صفت ها و بقیه معیارها توسط الگوریتم های مختلف میتونه مورد استفاده قرار بگیره و حالا سایر معیارها و روش هایی که سایر الگوریتم ها میتونه ازش استفاده بکنه. حالا اگر لازم باشه در واقع بحث پرونینگ رو خواهیم داشت، یعنی هرس کردن درخت رو خواهیم داشت. یه بحث پری پرونینگ داریم و بحث پست پرونینگ داریم که هرس کردن درخت هست، تکنیک ها و شیوه هایی که برای هرس کردن درخت مورد استفاده قرار میگیره تا اجازه نده درخت ما خیلی بزرگ بشه که باعث میشه مثلا خیلی پیچیده تر باشه و کار تصمیم گیری به اون راحتی هم که فکر میکنیم نباشه. خب این کلیات مربوط به دیسیژن تری بود که در این ویدیو سعی کردیم با همین رو بررسی بکنیم. انشالله که مورد استفادهتون قرار بگیره.